سلام، من مانی هستم. سلام، من امارات هستم از مونترال. بندم آقای موشکاو هستم، بچه خاک پاک ایران. ما از تمامی وجدانهای بیدار خواهش میکنیم که با شرکت در همیاری به سیمای آزادی کمک کنند تا صدای خلق در زنجیرمان به خصوص بچه های بیگناه ایران را به گوش دنیا برسونیم. ای والا باریکلا. ولی اونی که تو کاسه این علی گدا با هرچی آخونده گذاشتین تماشایی بود. و یک پیام هم برای آخوندها و آخوند صفتها. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اگرچه که این کودکان عزیز تو را کم ز آدم لقب داده اند، ولی کن حقیقت بود آن که تو ز هر گرگ و هر کرگدن هم کمیم. ما اراده کردیم که سرنگونت کنیم تو را. درود بر عمومت و درود بر خاله مریم. در ضمن $200 ما $200 به سیمای آزادی هدیه میکنیم. ماشاءالله. این یعنی 200,000 مشت جانانه تو فک مقام عظمای سفاهت که این روزا زیر فشار زهرخوران داره پیلی پیلی میخوره. آقا گفتم زهر، خوبه بریم یه نگاهی به عوارض جانبی این تلخک تو جسم ناقص عظما بندازیم. به قول دکترا ساید افکت اون رو موشکافی کنیم. اولین عارضه جام زهر کاهش قیمت و دوپولی شدن تو چشم خریداره. مصاحبه شبکه خبری CNN آمریکا با رئیس جمهور 2 حاشیه قابل تأمل هم داشت. یکی این حاشیه دوم هم کوشش غیر رسمی مجری برنامه در مصاحبه با رئیس جمهور کشورمون بود. روال بر اینه که مصاحبه هایی در سطح رئیس جمهور با لباس رسمی انجام بشه. حتی در میان برنامه‌ای که از قبل ضبط شده بود و در این مصاحبه پخش شد، لباس مجری رسمی بود، اما در خود مصاحبه مجری از لباسی غیر رسمی و کاملا ناهماهنگ استفاده کرده بود. یکی دیگه هذیان گفتنه که متخصصش بزغاله شیخپری یعنی ممجواد ضخیمه. این بابا همزمان با ریختن زهر تو حلق ولایت و چیدن دنب عظما تو سایت‌های اتمی افه خرکی میاد که بله چیزی رو جمع نمی کنیم. آقای ظریف گفت آنچه ایران قبول کرده توقف غنیسازی بیش از 5% است، اما هیچ سنتریفوژ یا تجهیزاتی را بر نمی‌چینید. Iran has agreed is not to enrich above 5%. We did not agree to dismantle anything. اما رو دست همه این یارو صالحی خرمهره اتمی عظماست که پالون دو جداره اصلاحات و اصولگرایی رو تنش کرده و فکر میکنه میتونه هم از توبره بخوره هم از آخر. تلاش میکنه وضعیت اتمی و حق مسلم 30 ساله نظامو اینطوری ماسمالی کنه. اصلا الان جای انتقال آب سنگین به ریاکتور عراق نیست، به خاطر اینکه هنوز ریاکتور تمام نشده. اصلا کل مجتمع سوختی که ما ساختیم تا حالا 11 مجتمع، اون 150 مجتمع میخواد. پس ضرورت نداشت که ما اون مجتمع ها رو منتقل بکنیم. اگر ما 20% رو تعلیق کردیم چیزی رو از دست ندادیم. پس اون همه حق مسلم و دادار و دودور فناوری و خودکفایی صابون بود که عظما خور کردی؟ آبشار ازش بپرس. این 12 تا آبشار آیا در طی این 6 ماه کار نخواهد کرد یا کار می‌کنه؟ ببینید این 12 تا آبشاری که در فردو هستن هیچ وقت کار نمی‌کرده. باز توی اذهان عمومی این است که گویی ریاکتور آب سنگین عراق داره کار میکنه، الان متوقف شده. نه، ریاکتور آب سنگین عراق هنوز تمام نشده کارش. چیزی رو ما توی 6 ماه از دست میدیم. تو از دست نمیدی، ولی اون عظمای در و داغون که زیر فشار داره صاف میشه چی؟ عرض نکردم از عوارض زهر هذیان گفتنم هست. خب بازم بنال ببینیم. ضمناً پذیرفتیم تو این 6 ماه چند تجهیزات عمده رو نصب نکنیم. یکی پمپ‌های اصلی مدار اولیه است، یکی اتاق کنترل، یکی هاتسل. اینا رو ما پذیرفتیم که انجام ندیم که اصلا برخی از اینا تو این 6 ماه جای انجامش نبود. توجه میکنید؟ یعنی اون چیزی هم که قبول کردیم، فرض میکنیم مثلا یه همچین تفاهم نامه ای نبود،
ما اصلا برخی از این تجهیزات رو تو این 6 ماه اصلا ما نصب نمی‌کردیم، چون که مراحل دیگری رو باید طی بکنه این ریاکتور تا اینکه برسه به نصب این تجهیزات. یعنی ما اگر قصد واقعاً استحصال پلوتونیوم داشته باشیم 10 سال دیگه این پلوتونیوم حاصل میشه. از حالا اینا دارن میگن که شما 10 سال پیشکش. آقا به این میگن عوارض زهرخوری. زوار نظام در رفته با علیگدا اینجوری باز صورتش سرخ نگه داره، ولی نیازی نیست. هموطنای گل خودم صورتشو سرخ بلکه کبودش میکنن. از اتاق فرمان میگن تلفن‌های همیاری شروع شده، کوتاه کن. ای به چشم، چون که شمایید، وگرنه تا پنبه نظام رشته نکنم دست بر نمیدارم. آقا بفرما، آنتن دست شما، بزن زنگو.